و عرض ادب خدمت آقای شکوفر. آقای شکوفر، من خواستم یه چیزی در میون بزنم. یه اتفاقی برام دیشب افتاد. گفتم که حالا شما بهتر اطلاع دارید، راهنماییم کنید چی بود و چی هست و چه اتفاقی داره برای من میفته. یکی این که بعد از پاکسازی شما، من هم حالت که گفتم دیشبم، حالت خیلی حال همزنک و انگار یه چیزی همش تو قفسه سینه‌م یا کلام گیر کرده بود داشتم. حال خیلی بدی بود، یکم سردرد. بعد که تموم شد بازم هنوز دیدم یه 5 دقیقه‌ای یه همین حالتی هستم. بعد آب خوردم و گرفتم خوابیدم و وقتی خوابم برد، من اصلا هیچ مثلا بگم خواب البله‌ای دیدم چیزی دیدم نه، ولی از یه اتفاقی ناگهان بیدار شدم. اون اتفاقم این بود که رو دست راستم خوابیده بودم. خوابم برد، یعنی دست چپم خوابم برد، ولی وقتی این اتفاق برام افتاد برگشتم از این طرف رو دست راستم بودم کامل. یک آن یه صدای خیلی وحشتناکی اومد و انگار یه چیز از کمر من کشیده شد بیرون. کمر که بهتون میگم از دقیقا از یه حالت حجم دودی بود یا بخار بود، حالا هر چی که بود، دقیقا از پایین کمر من، میتونم بگم از قسمت دنبالچه من حسش کردم، قشنگ حسش کردم. از پشتم کشیده شد بیرون تا اومد وسط کمرم، گردنم و سرم. کاملا اینقدر این حجم بخار زیاد و بزرگ بود که از انگار یه چیزی درون من بود و یه چیزی اون رو کشید بیرون، داشت میکشیدش بیرون. و من از کجا فهمیدم که داره میکشیدش بیرون؟ از اتفاقی که حالا بعد بهتون میگم بعدش که چه اتفاقی هم افتاده. میگم که انگار یه نیروی داشت اون رو از درون من میکشیدش بیرون و این اتفاق اینجوری افتاد تو سرم و کامل کشید شد بیرون و این دستشو گذاشت رو شکم من. و دستی که من دارم بهتون میگم مثل انسان نبود، یه حالت بخار بود. فقط دستشو من که نگاه کردم کرمی رنگ بود، کرمی رنگ بود کامل، انگار یه چیزی که بالش کرده باشه همچین حالت. این یه بخار میدیدم، این یه حاله میدیدم، اصلا انسان و آدم و اینا نبود. و همون موقعی که این کشیده شد از کمر من بیرون، اینا یه لحظه اتفاق افتاد. این کشیده شد کامل از پایین کمرم، کشیده شد هم به یه چیز میمد با وحشتناکی ها، با وحشت و با آه و ناله، با آه و ناله از درون من کشید شد بیرون تا رو سرم. همین که رسید به سرم، گوشم یه زنگی وحشتناکی، یه صدای وحشتناکی گوش چپم داد، انگار تازه باز شد گوش چپم، انگار بسته بوده. و وقتی این زنگ داد، من با چشم خودم، نه که بگم چشم بیداری ها، چشم صورتم، ولی قشنگ دیدم که یه چیزی سمت چپ منم، یعنی هم گوشم که صدا داد، انگار هم فشفش تو آسمون میندازن پخش میشه و نورافشانی میکنه. همین حالتی به اندازه خود سرم طرف گوشم اتفاق برام افتاد. این نور سفید آبی هر چیزی یهو پخش شد بیرون و عین تو آسمون. خیلی قشنگ این نوره، فقط قشنگیشو دیدم. ولی این گوشم که صدا داد کشته شد بیرون، دستش انداخت تو شکمم و مدام بهم میگفت لعنت به تو، لعنت به تو. و صدای مردونه‌ای داشت. من مردونه که میگم مردونه میان سال، یکم نه میان سال، حتی سن به بالا، همچین حالتی میداد. و من قفل کرده بودم و فقط زور می‌زدم دستشو بکنم، نمیتونستم. و منم مدام بهش میگم گم شو از درون من بیرون، دیگه وقتش بری، من نیازی به تو ندارم، برو هم خودت راحت کن هم منو راحت کن. و من مدام همینو بهش میگفتم و تو این حالته بودم. و بازم هم میگم قلبم تو خودم گرفته بودم، نفسم گرفته بود. یه دفعه نفهمیدم چطور شد، ولی جوری اون نیرویی که پشت اون بود، اون رو از پشت من داشت میکشید که اون رو از پشت من چسبیده بود و مدام با صداش و لحظه به لحظه صداش خیلی قوی و مردونه بود، مدام به من میگفت لعنت به تو، لعنت به تو. همینجور، فقط همین، هیچ دیگه نمیگفت. و منم مدام به خودش میگم گم شو از من خارج شو، من نیاز به تو ندارم، برو راحتم کن و فلان اینا، برو دنبال زندگیت، برو آزاد شو. من همینجور هی بهش میگفتم، ولی با مکث و فاصله. شاید بهتون بگم من خیلی درگیرش بودم تا این بره، ولی باور کنید نفهمیدم آخر رفته نرفت. هنوز یه حسی به من میگه هنوز یه چیزی هست. ببخشید سرتون درد آوردم و فقط اینو خواستم بگم که احساس خیلی راحتی میکنم امروز، خیلی سبک هستم و حتی کمردرد دنبالچم فوق‌العاده درد داشت. نمیدونم، حالا این حسو میکنم شاید بعدها دوباره درد داشته باشم، مال چیز دیگه باشه، ولی یه احساس راحتی تو کمرم و پایین کمرم، مخصوصا اون قسمت گودی کمرم رو که باسنم دنبالچم میشه سمت راست شکم، که نزدیک لگنم میشه. رو لگنم همیشه خشکی و درد داشتم و دارم و ول نمیشد. ولی امروز خیلی احساس راحتی میکنم و خداحافظی میکنم که واقعا اگر مشکل این بوده راحت شده باشم و دیگه این درد نیاد سراغم. دلیل نمیدونم، ولی خب خوشحالم بالاخره همین امروزم که راحت شدم خیلی خوشحالم. ولی هنوز یه حسی به من میگه هنوز هستش، چون من ندیدم که من همه چی متوجهم، ولی یه جوری شد که یه دفعه نه عضوش به من رسید نه منظورم رسید و من نفهمیدم چطور شد. و من هنوز فکر میکنم وجود داره و خواهشم این بود که اگر ممکن هست همون کاری که دیشب انجام دادید برای سری بعدی هم همون کار رو برای من دوباره انجام بدید. اگر هنوز چیزی در وجود من هست واقعا برتش. و اینی که میگم یک بار دیگه، اینی که اگر باشدش باز خودشو نشون میده، ولی اگر دیگه نشون نداد یعنی رفته. و من بازم هستم خیلی ممنون هستم و خب دوست داشتم این اتفاق براتون تعریف کنم، چون واقعا برای من عجیب غریب بود. هرچند که این حس رو خیلی وقت‌ها، شاید سالی 2 بار 3 بار پشت خودم حس می‌کردم بعضی وقت‌ها،
که مثلا یه چیزی پشت من چسبیده، ولی چسبیدنش یه جوری بود که مثلا کامل باشه، یه حالتی بود که به اندازه شدید بچم فاصله بود، ولی یه حس سنگین بدی داشتم، حالت بدی داشتم، یه جوری الهام نمی‌کرد، هم مثلا چسبید بهش می‌خواست خفم کنه. ولی این دیدم که خیره شد و این خیلی برای من خوشحالیه. ولی چون هنوز شک دارم که رفته باشه، خواستم یک بار دیگه این مرحله رو برای من انجام بدی و واقعا بهم بگین، چون بالاخره آگاه هستی، این چی بود که همش هم مدام به من میگه لعنت به تو، لعنت به تو. و این حجم دود، حجم بخار، یه حالی که باشه من داشت کنده میشد کرمی رنگ بود. ولی خب خیلی شدناک بود.